تو 2 دقیقه میخوام این گیمبال ژیان رو بهتون معرفی کنم. کمه ولی میشه. برو بریم. این منم که دارم با گوشیم فیلم میگیرم و طوری دارم میدوام که انگار یه گله سگ دنبالم. انتظار میره که تصویر پر از تکون و لرزش باشه، اما گوشی روی گیمباله و تصویر اینجوری بدون لرزشه. اما به نظرتون کاربرد گیمبال فقط همینه؟ خب معلومه که نه. شما میتونید با یکم خلاقیت و کنترل روی راه رفتن همچین تصاویر جذاب و البته بدون لرزشی رو ثبت کنید. خب حالا بریم سراغ معرفی خود محصول. توی جعبش چند تا دفترچه است، خود گیمبال و یه سپایه که خیلی کاربردیه و یه کابل شارژ تایپ C. کیفیت ساختش 10 از 10، وزن 370 گرم و تحمل وزنش 280 گرم. تا میشه اندازه کف دست میشه. یه بارم فول شارژش کنید تا 15 ساعت به شما کار میده. کامل که بازش کردیم به این حالت نگهش میداریم و دقیقاً وسط گوشیمون رو توی گیرش که تا 9 سانتی متر باز میشه قرار میدیم. خیالتون راحت پرومکس های بدقواره هم توش جا میشن. حالا دکمه که بغلش زیر درگاه شارژش هست اون رو نگه میداریم تا روشن بشه. یه دکمه داره به اسم مود برای تغییر حالتهای حرکتی گیمبال، مثلا پن فالو، لاک مود، فالو مود، پی او وی و مود ورتکس که انتظار داشتم 360 درجه بچرخه اما ناقصه و یه جایی قفل میشه و حرکت نمیکنه. اما این دکمه گردالی برای چرخوندن بازوها توی زاویه‌ها و حالتهای مختلفه. از این دکمه قرمز رنگ هم میتونید برای شروع و پایان فیلمبرداری و گرفتن عکس استفاده کنید، به شرطی که دوربین رو از طریق نرم افزار مخصوصش یعنی زیکمی اجرا کرده باشید. بغلش دکمه گردون هست برای زوم و بک زوم. پشتش هم دکمه خیلی کاربردیه که یک بار فشارش بدین سوژه رو ترک میکنه، 2 بار فشار بدین گیمبال توی هر زاویه‌ای که باشه برمیگرده به زاویه حالت شروع و 3 بار فشارش بدین بین حالت افقی و عمودی سویچ میکنه. اما نرم افزارش که با اندروید و آی او اس سازگاره یه سری قابلیت‌های خوب در اختیار شما قرار میده، مثل ضبط ویدیوهای تایم لپس و هایپر لپس و قابلیت خیلی کاربردی دنبال کردن سوژه. اما این گیمبال از قسمت وسط عین یه مونوپاد تا 20 سانت باز میشه و در کل حدود 60 سانت ارتفاعش میشه که قابلیت خیلی خوبیه که میتونید باهاش سلفی‌های جذاب‌تر بگیرید یا از زوایای عجیب و غریب ویدیو ضبط کنید. سوالی اگر دارید توی کامنت‌ها بپرسید. خداحافظ.